مرحله دوم پارک دوب، به محضی که نشانه را دیدیم فرمان را رو به خیابون میچرخونیم و به حالت لاک پشتی میایم عقب. به محض اینکه پشت ماشین پارک شده قرار گرفتیم ترمز دستی بالا، دنده آزاد. خب نکته قابل توجه، الان میخوایم بریم کنار همین ماشین بیستیم و دوباره دوبل بزنیم. راهنمای خروج چپ، دنده 1، ترمز دستی پایین. فرمان را به سمت چپ تا انتها، ایست 30 درجه، گردن مبارک برمیگرده، آینه پشت چراغ و تون 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 برمیگرده. بچه ها کنار ماشین پارک شده که قرار گرفتین، یکم دیگه بروش هم، اول لاستیکاتون رو صاف کنید، فرمون رو به چرخون، 2 تا برگرد.